که خیلی هوشش بالاست همت نداره، اونی که خیلی همت داره هیچ ایده ای نداره، اونی که دل بخشیدن داره 8ش گروه 9شه، اونی که خسیسه پولش از پارو بالا میره، اونی که اگه 10 تا بچه رو بهش بدی همه رو به بهترین نحو تربیت میکنه بچه دار نمیشه، اونی که خودش اصلا تربیت نداره 10 تا بچه داره. میری ازدواج کنی، اونی که جذابه وفا نداره، اونی که خوش اخلاق و وفاداره میبینی قیافه نداره. با خودت میگی این دنیا صاحب نداره. آقا مدیر اینجا کیه؟ چرا هیچ چیش به هیچ چیش نمیخوره؟ چرا هیچ چی سر جاش نیست؟ اما وقتی دنیا رو از بالا نگاه میکنی میبینی اتفاقا همه چی سر جاشه. دنیا رو از قصد اینطوری طراحی کردن. دنیا مجموعه منظمی از نامنظمی ها و آشفتگی هاست. همه جا رد پای یه نیروی هوشمندانه دیده میشه که در صدد به هم زدن تناسب زندگیه. انگار اون کسی که دنیا رو خلق کرده طوری طراحیش کرده که هیچ کسی توش به راحتی مطلق نرسه. از هر طرف که میری میبینی یک مانع اونجاست که نمیذاره لذتت به اوج خودش برسه. اونی که زندگی عاشقانه داره پول نداره، اونی که پول داره بچه معلول داره، اونی که هم پول داره هم زندگی عاشقانه بچه دار نمیشه. انگار بین 0 تا 100 سقف لذت‌های دنیا رو رو 40 بستن. از هر طرف میری میبینی نمیتونی بیشتر از 40 شادی و لذت داشته باشی. اینقدر فلسفه بافی نمیخواد. وقتی خود خداوند تو قرآن صریح و بی‌پرده و بدون رو دروایسی گفته من انسانو تو رنج خلق کردم. اینجا یه سوال پیش میاد، چرا؟ مگه خداوند قصد آزار انسان رو داره؟ نه. چرا پس دنیا رو اینطوری طراحی کرده؟ جوابشو با یه مثال بهت میدم. تا حالا شده بری بانک ببینی کنار هر کارمند بانک یه جعبه ابزار پر از پیشگوشتی و انبردست گذاشتن؟ نه. کنار هر کارمند بانک یه کامپیوتر و یه ماشین حساب و یه دستگاه پول شمار. چرا؟ چون همه جا محیط متناسب با هدفی که شخص تو اون محیط هست طراحی میکنن. هدف کارمند در بانک واریز و برداشت پوله. به خاطر همین بانک رو طوری طراحی میکنن که این هدف محقق شه و این هدف با دستگاه پول شمار و کامپیوتر محقق میشه، نه جعبه ابزار. خداوند هم دنیا رو متناسب با هدفی که به خاطرش انسان اینجاست طراحی کرده و هدف نهایی انسان از حضور در دنیا رشد، نه لذت. و رشد فقط در کنار رنج اتفاق میفته. به خاطر همین دنیا رو طوری طراحی کردن که توش هیچ وقت به راحتی مطلق نرسی. شما هیچ انسانی رو نمیتونی پیدا کنی که از یه حادثه شاد